آیا آریانا سعید و حسیب سعید من چیز به شاور کرایی میگم، این خبر نداره که در هرات چی شده میسال، او خبر نداره که در فلسطین چی جریان داره میالی، که بار بار یک کار میکنن که بیاین ما میوزیک پروموت کنیم و درباره فلسطین و درباره مسلمان ها هرگز یک کلمه گپ هم نزدن. کدام خیر و مردم رساندی که میتونی بارامی خوشونی چطور در خو نمیترسی خودت؟ می فردا که بمری چی رو به خداوند پیش میکنیم و به خاطر چی کردیم میوزیک. خوار عزیز ما آریانا سعید دوباره ما را افتخار بخشیده به همراه میوزیکش که در کنسرت به کنسرت پیش میره و پروموت میکنه و ما همراه خود فکر میکردم این خبر نداره که در هرات چی شده میسال. آیا آریانا سعید و حسیب سعید من چیز به شاور کرایی میگم، او خبر نداره که در فلسطین چی جریان داره میالی، هزارا مسلمان ها کشته میشن، 8,000 اشتک کشته شده، همچنان 20,000 نفر جان خود از دادن، یک قوم کشی است در اوجه، نجات کشی است. اونا خبر ندارن که بار بار یک کار میکنن که بیاین ما میوزیک پروموت کنیم و درباره فلسطین و درباره مسلمان ها هرگز یک کلمه گپ هم نزدم. من راست بگم زیادترین تکلیف که ما میرسه او مردم کسایی که به خود دروغ میگن. یکی دروغ به جامعه گفتن است، یکی به خود دروغ گفتن است. به خود دروغ گفتن ایست که کدام وقت که قبول نکنی که اهمیت فلسطین، اهمیت مسجد الاقصی چیسته و اهمیت به یک انسان همدردی نشان بدن چیسته. حتی نازی اقبال یک خواننده پاکستانی اونا دعوت شده بودن در سعودی عربیه که بیان یک کنسرت کنین و اونا گفتن نه ما باید به سعودی مکه و مدینه به این خاطر برم که دوجا عبادت الله کنم، نه که دوجا برقصم و میوزیک کنم. و متاسفانه بسیار غم‌آور است اگر شما ببینین همین آریانا سعید دعوت میکرد، جد و جهت میکرد که من با همراه خانمای افغانستانی کارا میکنم، او کارا میکنم، حتی فکر میکنم برند امباسادر برست کانسر شده بود در افغانستان. لیکن امروز کدام وقت که در افغانستان این قوت داشت، زور داشت، امریکایی بود، هر کس پش استاد بود، مشکل نبود، دمی کانتیننتال کنسرت ها میکرد، علما همچنین طالب علم مردم سات میشین کار نکو، خلاف قانون است، خلاف دین اسلام است، لیکن پیش میرفت. او میگه ما به خاطر آزادی خانمای افغانستان میکنم، لیکن عالی همون بیزنس روان است، همون کنسرت است، همون تیکت است، فروخته میره، لیکن یک روز درباره واقعا مشکلات زنها این بحث نکرد، فقط یک لیبل است که استفاده میشه. یک موضوع بسیار جدی است و واقعا حساب انسان خراب میکنه. در فلسطین چی جریان داره، در هرات چی جریان داره و همچنین در افغانستان می چی جریان داره، لیکن این دوامدار میره سر مردم کنسرت و موزیک میفروشن و به خاطر زنای افغانستان که اینا بحث میکنن باز میره به پارلمان اروپا دوجا میرقصه. سوالم دیجاست کدام مشکل به همه رقصیدن و خواندن خودت حل میکنیم به زنا؟ لطفاً این دعوا را هرگز نکنین که ما با مردم افغانستان یا با زنای افغانستان استاد شدیم، میخوایم هم کارش کنیم، خوشی بهش بخشیم، با همراه میوزیک خود میخوای پیسه جور کنی، نه کدام خوشی به کسی میبخشی. و همچنان موضوع فلسطین جدی است، موضوع مسجد الاقصی جدی است و خودت هیچ مشکل نداری با همراهش کنسرت ها دایر میکنی. برادر عزیز من، اگر هر کس این ادعا داره که به همراه مردم فلسطین ما چی، مسجد الاقصی ما چی، اونا کار خود بکنن، اونا در افغانستان هیچ چیز نکردن، درباره افغانستان چیز بحث نکردن، این همین ادعاست. یک کس بگه که سر مکه و مدینه کفار تعرض کردن و ما به همراه سعودی چی، ما به همراه بن سلمان چی، ما به همراه مردم سعودی عربی چی، من نمیخوام سپورتش کنم و نمیخوام به دفاع استاد شم. به خاطر که موضوع نشنالیسم، موضوع قوم یک موضوع بسیار خرد است نسبتاً ارزش مسجد الاقصی، مدینه و حرمین شریف. هرگز این بحث نخواد کردی که بحث در کدام وقت که سر تعرض سر مسجد الاقصی است باید این بحث نکنی، به خاطر که این بحث نخواد کردی کدام وقت تعرض سر مسجد نبوی و همچنان سر مسجد الحرم است. هرگز این بحث نمیکنی، همین قسم نمیتونی بحث کنی درباره فلسطین، به خاطر که الله سبحانه و تعالی ارزش داده، به خاطر که به مسلمانان مهم است. و دوم به حیث یک انسان ما باید استاد شویم به انسانا. خدا کنه اونا فلسطینیستان، یوغوریستان، بنگلادشیستان، پاکستانیستان، هندیستان، ایرانیستان، در هر جای ظلم میشه ما باید به حیث انسان استاد شویم، به خاطر که این تعریف انسانی ما میکنه و این اخلاق انسانی است. و کسی که در این حالت هم تیکت میفروشه، کنسرت میکنه، میرقصه، میخواد خواندن میخواد، او باید با شعور خود بگه که من چطور شاخا میکنم. نفهم کسی به خانم خود چی میگه که خانمک عزیز ما خوشو چی برش میگه، کدام کار خوب که دی جامعه، کدام خیر مردم رساندی که میتونی بارامی خوشونی، چطور در خو نمیترسی خودت، چطور ترست نمیه،
که چی کردی یک روز همین فردا که بمیری چی رو به خداوند پیش میکنیم و به خاطر چی کردیم؟ میوزیک. راست بگم چی؟ یک سوال باید یک انسان از خود بکنه. چی کردی؟ مردم طرف فاسق گفتی؟ لحن الحدیث گرفتی؟ درباره چی کردی؟ یک سوال از مردم از خود داشته باشن. و بسیار زیاد جالب است همین افغانا که خود مسلمان میگن در جای میشن از اینا که بهترین مسلمان کسی دیگه پیدا نمیشه، لیکن همین مردم است که الان سید میخوان، همین مردم از نجیب فیض میخوان آرزوی خود میرسانن، همین مردم از اینا رو تعقیب میکنن، همین مردم از نجیب برود تعقیب میکنن، فالوورش میشن، برش گیفت روان میکنن. همین شما سین که مردم رو جور میکنین، جور کردین و جامعه را سرش خراب کردین. و باز مجلس که میشه شما که بهترین مسلمان دیگه جمع نمیشه. همین لایف های کسی که 24 ساعت دو میزنه شما تعقیبش میکنین، شما میبینین، شما کامنت میکنین، شما لایک میکنین، افرام دیگه تشویق میشه که این کارم از که من میکنم کار خوب است. اگر شما رو تشویق نکنین، داروسی دعوت نکنین، تیکتش نخرین، در کنسرتش نمیرین، او میفهمه که کار غلط است. لیکن کدام جایی ما میشینیم بهترین مسلمان از ما که دیگه پیدا نمیشه، لیکن در عمل صفر. ما از خداوند دعا میکنیم که اول به ما، دویم به خور عزیز مرا امی اریانا سعید و همچون شوهرش حسیب سعید هدایت کنه و به افغانا که از این فساقت و از این رذالت دور شوند. این منافقت است و استاد شوند چیزی که واقعا به زندگی مهم است، او رضای الله سبحانه و تعالی است.